الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله مهربان خاتمه کار هممون دعا میکنیم که به خیر بگرداند. الله مهربان دعا میکنیم که در دلهای ما و شما همیشه هم ترسش را نگه دارد و هم محبتش را نگه دارد. الله مهربان دعاگاه هستیم که گذشتگان ما و شما که نیاز به یک کف دعای ما و شما دارند، الله رحمت و مغفرتشون کند. الله مهربان دعاگاه هستیم که بیماری های ما هم شفاش در دست الله مهربان است. الله مهربان شفا دهنده و درد دهنده خودت هستی. شفای کامل بر بیماری ها ما نصیب بگردان. الله مهربان جمیع مهاجرها و مسافرهای ما را، راهدوری های ما را صحت و سلامت نگهشان دار. کارهاشان در الله مهربان برار و برکت و با صحت و سلامت به منزلاشان برسان. الله مهربان در گوشهای ما توفیق عطا کن تا که هرگاهی که سخن از ذات تو، از شریعت تو شید، چقدر در اون میل و محبت زیاد پیدا کنیم. الله مهربان دعاگو هستیم که این دیار ما را، این ملک ما را همیشه در پناه رحمت و در پناه عصمت خودت الله مهربان نگه بداری. خدای از جمیع ناآرامی ها و بدبختی ها در حفظ و امانت نگه بدار. برادران عزیز و گرامی، موعظه را که من امروز میکنم بسیار یک موعظه داغ روز است. برای چی داغ روز است؟ برای هر یک نفری که این وقتی که مانندی دارد یا نفرهایی که مثل همین نفری هست که من قصه او را انجام میتیم، برای خودتان باید یک درسی بسیار کلان گردد و برای ما، برای نفرهایی که شما را آگاه میکنیم، شما باید که در حقای ما دعاگو باشیم. برادران عزیز و گرامی، قصه امروزه ما درباره یک نفری بسیار بسیار مرد حریص. حریص، برادران عزیز و گرامی، یک نفری را میگویند که بی نهایت گرسنه چشم است. بسیار بسیار در جمع کردن مال بی نهایت حرکت زیاد دارد. یعنی گرسنه چشمیش از حساب فقیریش نه، از حساب ناداری نه. این حریصی را که من حکایت میکنم، این نفری هست که مالدار است و حریص است. یعنی بعضی مالدارهای هستند که وقتی که مالهای زیاد جمع میکنن ولی باز هم برای جمع کردن مال خیلی باز زحمت میکشن، باز هم مقصد بینیات ریاضت زیاد میکشن. اینها را میگن حریصی در مال. این قصه برای اونها هست. این حریص قصه بسیار قصه نیکی هست که زحمت زیاد میکشد ولی راحت شنادیده دنیا را پدرود میگه. برادران عزیز و گرامی، پیامبر ما میگو لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس. پیامبر ما گفتند من ثروتمند و مالدار، پولدار نمی شمارم آن نفری را که اگر مال زیادی را جمع آوری کرده باشد.
بلکه نزد ما گفت پیامبر ثروتمند و مالدار کسی هست که در دادگی الله مهربان وقت قناعت داره. چگونه ای که پیشتره های ما می گفتند نیم تینان راحتی جان، یک تینان این علاقه بلای جان گفتند. برای همین هر یک نفری را که خدای مهربان مال داد، ثروت داد و با او وقتی شکرگزاری میکند، وقتی با او معامله درست میکند، انشاءالله این آدم خاتمش بخیره. لیکن وقتی که مالدار میشود ولی از مالش هیچ نفع برده نمیتواند، حتی گویم که برای جان خودشم چیزی هم راحت برده نمیتواند، برای اینا بسیار حسرتی کلان است. میاییم به سر قصه. قصه را برادران عزیز جناب جلال الدین رومی در کتاب الهی نامش آورده. چگونه که شما میدانید یکی از کتاب‌های معروف جلال الدین رومی این الهی نامه هست. در برابرش مصیبت نامه هم دارد، دیوان هم دارد، خیلی مثنوی معنوی به همه ما و شما دیگه معروف و مشهور است. این قصه را من از داخل کتاب الهی نامش گرفتم. حضرت مولوی فرمود حریص در میان رنج و تیمار، بس جان کند و در کوشید بسیار. بر روز و شب زیادت بود کارش، که تا دینار شد 300,000ش. فزون از 100,000ش بود املاک، فزون از 100,000ش نقد در خاک. فزون از 100,000 دیگرش بود، که آن بر مردمان کشورش بود. چمال خیش از حد بیش میدید، سرای خیش و ملک خیش میدید. با دل گفتا که بنشین و همه سال، بخور خوش تا از این پس چون شود حال. چو در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود عزراییل جانخواه. چو عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم خود تاریک دید او. مگر می داد هم 300,000 که تا مهلت دهد یک روز باره. بزاری گفت بسیار و شنید او، نبودش مهل مقصود ندید او. با آخر گفت می خواهم امانی، که تا یک حرف بنویسم زمانی. امانش داد چندانه که یک حرف، نوشت از خونی چشمی خود به شنگرف. که هان ای خلق عمر و روزگاره، که می دادم بها 300,000 که تا یک ساعت تانم خریدن. نبودم هیچ مقصود از چخیدن. چون این عمر شما گر می توانید، نکو دارید و قدر آن بدانید. کسی گر در چونین عمر زیان کرد، در آن عالم تدارک چون توان کرد. الله اکبر. برادران عزیز و گرامی، الله مهربان رحمت کند جناب جلال الدین رومی را. من این مصرع ها را که برای شما خواندم جمع 32 مصرع بوده است. 32 مصرع. ولی در درون این 32 مصرع برادران عزیز یک جهان تعلیم و یک جهان تدبر و یک جهان اندیشه های برادران عزیز وجود دارد. من برای شما که میده معنا میکنم. یک حریصی بود، میگد یک آدمی بسیار گرسنه چشم بود، بسیار تنگ چشم بود، یعنی از مال دنیا هیچ سیری نداشت. الله رحمت کند محمد صاحب ایرانی را
می گفت تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. مرد می دانم که مرغ را ضیافت می کند. هر آدمی که تنگ چشم باشد، گرسنه چشم باشد، برادران عزیز، این خیل نفرها را هیچگاه از مال دنیا سیر کردن ناممکن است. ما حتی این در حدیث های پیامبرم خوانده گذاشتیم که لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان. اگر فرزند آدم یک وادی، برادران عزیز تصور کنین، در یک وادی پر اگر از طلا کنن و دستش گرفته بیارن بگن این همین وادی طلا را دیدی، چند میلیون تن طلا، همه همین مال تو. پیامبر من گفت که این نفر میدانین که چی جواب میگوید؟ آیا میگوید که الحمدلله رب العالمین؟ آیا میگوید که الله مهربان تو را تشکر میکنم که مرا این قدر مال دادی؟ نه، بلکه در جوابش میگوید که احب ان یکون له وادیان. ای کاش به همین مقداری که حاضر برای من دادین باز یک وادی دیگه پر از همین باشد. در دوام حدیث پیامبر ما گفتند فرزند آدم از مال دنیا سیر نمی کند تا زمانی که او را در لحد گذارن و خاک لحد در دهنش وقتی که ریخت، بعدن این آدم امیدش از همین دنیا و مال دنیا کنده می شود. خلاص این حریصم دیگر نگفت که من 60 ساله ام، نگفت که من 70 ساله ام. بین عمرش به 60 و به 70 رسید، تمام عمر در جمع کردن مال صرف کرد. چقدر خودش در رنج ماند، چقدر خودش عذاب دماند. برادرای عزیز، این سفرها و این مشکلات ها و اینها خیلی و خیلی در جسم آدم، در روح آدم بسیار تأثیر کلام میرساند. و اخیراً میگه که تا دینار سو 300,000ش 300,000 تنگه همون دیناری بگیم این آدم جمع کرد. یعنی 300,000 دینار. یک دینار اگر 425 گرم باشد، اگر شما این را ضرب کنیم برادران عزیز 300,000، یک تانه و 275 کیلو طلا می شود. یعنی این آدم در همین دوامی 60-70 سالش هیچ نه شب قرار داشت نه روز قرار داشت، همیشه جان در عذاب بود و گویم این مقدار طلا را برای خودش جمع کرد. و جناب مولوی میگوید فزون از 100,000ش بود املاک. این آدم 300,000 گویم دینار جمع کرد. 100,000 همین گفت املاک بود. یعنی 100,000ش برادرای عزیز مالی روسو ندویج میگن. یعنی هر یک خانه میخرد، زمین میخرد، دکان میخرد، مقصد برای یک روزی مباداش هم میماند. در 100,000ش از زمره همین مالها داشت. فزون از 100,000ش نقد در خاک، 100,000 دینار دیگرش نخته در دستش بود. فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. 100,000 نخته دیگرش در دست مردم در گردش بود. 100,000ش در دست مردم یعنی در گردش بود. یعنی شما فهمیدین که 100,000ش در خانه و زمین و مقصد هر یک از مال دنیا داشت. 100,000 دیگرش نخته در پشتش در خانهش بود. 100,000 دیگرش در دست مردم در گردش بودن. اونها هر ماه برای این آدم حق و حقوق می آوردن. میگه شمال خیش از حد بیش میدید، سرای خیش و ملک خیش میدید. با دل گفتا که بینشین و همه سال بخور خوش تا از این پس چون شود حال.
بعد وقتی که خیلی دید به نهایت مبلغی کلان جمع کرده است، دیگر این طرف عمرش هم دید که به 70 رفته است، دیگر قوت ندارد این آدم. این خیلی گویم که قناعت پیدا کردنه، دیگر قوت ندارد، دیگر قدرت مقصد برآمدن و جمع کردن مال ندارد. دیگر وقتی که از طرف قوت و قدرتش که عاجز آمد، بعد گفت که خیلی که همینش میده مقصد کو در دوام عمر ما خوردن بگیریم، این مردک تماما دیگر خدا را و قیامت و همه را دیگر که در یاد فراموشی قرار داده. فقط مقصدش اینه که دیگر اگه تمام میشینم و دیگر من بعد اگه این رنجای کشیدگی من فایدهش میگیرم و مقصد استراحت میکنم میگردم. چو در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود عزراییل جانخواه. چو عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم خود تاریک دید. اگه وقتی اولی کارش اگه بگیم نو اولی ما آغاز کرده بود که بالا که بگیم همو کتک حولیش در نشستگی بود که همین زمان جناب عزراییل میگه به صورت یک مرد داخل خانه شد. وقتی پرسیدش تو کی مقصد وارد خانه من میشه، گو من عزراییلم، عزراییل جانخواهم، عزراییلی که الحال جان تمه گیرم. وقتی میگه صدای این عزراییل شنید، وقتی بردن جانش آگاهی پیدا کرد، جهان در چشم خود تاریک دید. یا آدم میگه دیگه دنیا را در چشم خودش تاریک دید. مقصد همه این نقشه ها و مهنت ها و زحمت ها چی شید؟ یک بار مقصد در همین دوام بندگی هم نکردیم، یک کمی هم مقصد که الله و رسولش برای ما گفته بود بر بالای این بدنهاتون جبرم نکنین، ظلمم نکنین، یک بار مقصد بالای یا ترحمم نکردیم. خلاص وقتی که عزراییل دید و عزراییل مقصدش که فهمید، چیکار کرد؟ مگر میداد هم 300,000 که تا مهلت دهد یک روز باره. بزاری کرد بسیار شنید او، نبودش مهل مقصود ندید او. گفت عزراییل گفت دیگر که من در پیش تو عاجزم، من مقصد حرف در پیش تو گفتن میتونم، لیکن به هر حال که من یک اجازت باشد یک چی برای تو گویم. گفت چی میگوی؟ گفت همین 300,000 را که من در همین طول 50-60 سال جمع کردم، همین ها را هم اکش اگر در پیش تو بیارم بمانم و یک روزک مهلتم نمیتی. برادرای عزیز خوب اهمیت این که ارزش وقت ببینین، به قدر وقت رسیدن ببینین، به اندیشگی این آدمی حریص ببینین. هم اینجا چند درس ها هست برادر عزیز. این یکی از به اندیشگی ها هست. بعضی آدمی هست که تمام عمر سرگردان است، لیکن افسوس که بار هم لذت همین مالش نمیبینه، بار هم راحت همین مهنتش نمیبینه. بعد این وقتی که شنید، عزراییل گفت نه مهلت نیست. گفت مقصد این 300,000 نه، اگر 10 برابر این 300,000 هم که بیاری برای تو یک روز هم مهلت داده نمی شود. بعد از اون نگرد با آخر گفت میخواهم امانی که تا یک حرف بنویسم زمانی. امانش داد چندانه که یک حرف نوشت از خون چشم خود به شنگرف. بعد گفت خی میلش گفت که دیگه امیدش کنده شید. گفت خی بیا اکو من مقصد در همین عمر فریب خوردم، این راهی را که من پیش گرفتم حقیقتا بسیار خطا کردم، لغزش کردم. اکو بیا اجازتم بتیده یک جمله بنویسم یا یک حرفه که بنویسم که مثل من مقصد در دنیا بسیار رنگ من تا منبدهایی که میآیند همین حرفی من را خوانن و شاید که همین حرفی من برای اونها یک حجت شود، یک دلیل شود. شاید اونها هم رنگ من به عقلی کنن، شاید مثل من در خواب باشن، من اونها را یک مقصد تکانی بتونم اونها را از خواباشون بیدار کنم که تا مثل من واری نشود. اجازتش داد.
اجازت داد که بنویس. چی می نویسی؟ نویسان که هان ای خلق عمر و روزگاره که می دادم بها 300,000 که تا 1 ساعت تانم خریدم، نبودم هیچ مقصود از چخیدن. گو همت آگاه شیدن که 300,000 دادم جناب عزرائیل که 1 روز نه 1 ساعت وقتم بده. چقدر من خیرگی کردم، چقدر من مقصد از او زاره کردم، تولا کردم، لیکن برای من حتی ساعت هم نداد. برادر از ببینید، ساعت هم برای من مقصد جدا نکرد، بلکه گفت همون یک جمله را که الحال وقت داری، الله وقت جدا کرده است، بنویس برای پس آیندگانت، تا که دیگرها هم مقصد مثل تو فریب نخورند. گفت از اینش آگاه شیدین که من با 300,000 1 ساعت هم خریده نتونستم. و بعدا قلم گرفت نویسان چون این عمر شما گر می توانید نکو دارید و قدر آن بدانید. کسی گر در چنین عمر زیان کرد در آن عالم تدارک چون توان کرد. برادرها بسیار یک جمله های علم آوری را نویسان. چی گفت؟ گفت همین عمری را که الله مهربان برای شما جدا کرد و خدای مهربان برای شما مقصد امکانیت داد که دستاتون پر از مال دنیا کرد، شما به قدر این عمرتان رسین و شما طریقی با این مال معامله را هم دانین، تا مثل من اگر من دو طرفه زیان کردم، هم در عمرم زیان کردم که بیهوده گذرانیدم، دویم در مال و مقصد هیچ کاری را انجام ندادم که تا در پیشگاه خدای مهربان برای من یک دستاویز، یک دستگیر شود. زین لحاظ برادران خیلی عزیز و گرامی، هر کسی که اگر به مانند این نفری حریص باشد که همیشه مقصد چشم گرسنه این دنیا باشد، و من برای شما گفتم که هیچگاه نفس انسان سیری ندارد، هیچ وقت نفس انسان جای آنی که سیر نمی شود منتدارم نمی شود. از این لحاظ ما برادران عزیز و گرامی باید که به قدر عمرمان، به قدر مالی که در دستمان میرسد، ما و شما به قدر اینها رسیم و طریق اینها را گذرانیدن شم. از این قصه ما و شما باید عبرت بگیریم. الله رحمت کنه جناب جنونی را، میگفت نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال، نه نوشی جان کنی نه پوششی تن، گذاری مال را بر شوهری زن، به شوی زن بماند مخزنی تو، به جان خود عجایب دشمنی تو. تو را گفتم زی شفقت نکته سخت، که زیری سر نمانی کالا و رخت. حضرت چگونه یک مصلحت زیبایی دادمان. اولا گفت دانی که عمرهای شما به 90 هم نمیرین، یعنی اگر مقصد اکثر شما به 90 هم رسیدن نمیتونین، و شما دانی که مقصد مالهایی را که شما جمع میکنید و حتی برای پوشش بدن خودتان بخیلی میکنید، حتی برای سوار شدن خودتان ماشین را خریداری نمیکنید، حتی برای شکم خودتان مقصد خوردن پولتان بیرون کردن، در این قدر شما بخیلین. لیکن همه همین را به شوهر زنهاتان میمونین و خداتان مهر خانه قبر. حتی میگه تو را گفتم زی شفقت نکته سخت، که زیر سر نمانی کالا و رخت. این نکته سختی را که گفتم که مال تو به شوهر زنت میمونه، از روی شفقت گفتم، از روی دوست داریم گفتم، که تا که همون زحمت و مهنت مال خودت راحت شو ببین. این قصه بود برادران عزیز که برای آدمانی که حریصی در مالند. من اینجا در یک قصه دیگر را ای جناب شیخ سعدی ضم میکنم و به همین انشاءالله دعا میکنیم. جناب شیخ سعدی میگه در جزیره کش، این در ایران است، یک رفیقی داشتم. یک روز میگه نفری را پیغام کرد که بگو همین شیخ سعدی را و مهمانداری من بیایه و من با یک مصلحت دارم. وقتی شیخ سعدی
میگه به میمانداریش رفتم. وقتی واردی همون خانهش میشدم حساب کردم، میگه 150 تا شتر پر از بار در همون نزد میگه درآمدگاه خانهش بود. یعنی این وقتا اگر حاضر کمزها را پر کنن، او وقتا برادرها مقصد همون کاروانی که میرفت شتر میرفت 200-300 کیلو بالاشون بار کدگی بار میبردن تجارت میکن. میگه نگاه کردم 150 شتر همون نزد درآمدگاه خانهش پر از بار بود. یعنی نه باراش از کجای آمده بود. میگه تا خانهش در آمدن میگه 40 تا خدمتگار، حساب کردم 40 خدمتگار داره. خلاص وقتی وارد خانه شدیم یا دیگر در آغوش گرفتیم، سلام علیک کردیم. بعد سلام علیک کردگی میگه در حال میگه این آدم شب بود، میگه و از مالداری هاش حکایه کرد. گفت در ترکمنستان زمین دارم، دکان دارم، انبارها دارم، اسکلادها دارم. در هندوستان هم همچنان دارم. چند شهرها را میگن نام گرفت، زمین داشته است، یعنی انبارها داشته است، در اونجا زمین ها داشته است، یعنی بسیار شرایط های خوب داشته است، بستانسراها ساختگی بوده است. بعد از آن گفت شیخ سعدی وقتی میگه ما خلاص نان و آبش خوردیم، گویا مصلحت دارم. گفتم چی مصلحت داری؟ گفت مصلحتم همینه که میگم اکو از همین ایران اینقدر گوگیرد بگیرم، همین طرف خیتای برام. برادرها خوب اندیشه کنین، همین هم درباره یک آدم بسیار حریصی در مال، عمرش که در 50 و 60 ایو چگونه از سفر در پیش که با شیخ سعدی مصلحت میکنم. اینقدر گوگیرد میگیرم و میرم شهر خیتای. برادرها که با شتر چقدر وقت میگذره آیا معلوم نیست که ای در همون راه میبره یا از همونجا گشتنده میبره، برای عمرش هم به جای رسیده. شما بینید که یک از ایران تا به همین خیتای رفتن خودش به آسمان بره 5,500 کیلومتره، قریب 6 ساعت سمالیات میپره. اگر به راه هم که بره هیچی نره 3,000 کیلومتر میره. گوگیرد میگیرم و خیتای میرم. در اونجا گفت ایرا ایواز میکنم، گوگیرد میتم در جاش کاسه میگیرم. همین کاسه هایی که ما و شما شوربا میخوریم چینی میگیم، همین چینیش به خاطری که از همون خیتایی که است، از چین که است، به همین نامش چینی مانده. گو از اونجا چینی را میگیرم، چینی میگیرم در ایواز گوگیرد میام مقصد شهر ریم میام، ایتالیا میام. یعنی از اونجا کاسه ها را میگیرم شهر ریم میام. کاسه ها را در شهر ریم میفروشم، در عوضش ابریشم میخرم از شهر ریم. ابریشم ها را از شهر ریم میگیرم و میام به هندوستان. در هندوستان ابریشم سیاه خرید خوب داره، ایرا در اینجا میفروشم چند قدر وقت بگیرد و در عوض این از هندوستان آهن میخرم، پولاد میخرم. پولاد هم میگیرم و میام شهر حلب، حلبش یعنی سوریه، میام شهر حلب. پولادها را در حلب آهن هم میسپارم و در جاش میگیرم شیشه. شیشه را از حلب میگیرم و میام به طرف یمن. شیشه را در یمن میفروشم، در عوض پولش از یمن لباس های یمنی میگیرم. بعد از آن لباس های یمنی را میگیرم و میام به ایران و در همین جا میفروشم و بعد مقصد دیگر دوام عمر ما دیگر مقصد استراحت کم میگردم. بسیار یک فکرهای خام، آدم ها اندیشه در پیش نمیکنن که آخی آدم یک مردن بیماری آخی چی چیزهایی در بالای انسان آمدنش امکان داره. میگه ساعتهای دراز وقت ما شیخ سعدی میگه گرفت. بعد از آن گفت کو جناب شیخ سعدی که کو مرا چی میگوی؟ همین مقصد همین نیتم دا چی گفتنی؟ شیخ سعدی برادر عزیز در حال 4 مصرع شعر گفت.
آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالار بیفتاد از شتور. گفت چشمی تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور. برادران عزیز، هر کدام ما فکر میکنم از این قصه هایی که برای شما گفته گذاشتیم خدا خواهد برای خودمان یک درسی حیاتی گرفتیم. الله عاقبت هممون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.